السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من تاکسی شده کار میکنم، یعنی مسافر کش. خوب میشد که یک نصیحت برای آدمانی که سراسیمن راننده ها را مجبور میکنن که تیز هی کن، چی کار کنیم؟ همچنین در راه ها با یکدیگر تیز هی کنک میکنن. رحمت خدا برای شما. برادر عزیز و گرامی، من در این بابم یک گوشزد دارم و برای تمام برادرایی که خواه مسافر کشین خواه غیر مسافر کشین، تیز حرکت کردن در راه، شما ببینید که العجلة من الشیطان گفت از پیغمبر. خود همین تیز هی کردن و تیز هی کردن دوست داشتنم این از وسوسه های شیطانی است. این وسواس شیطان است. ولی بسیاری بچه های ما همه یک ماشین که گذشتش تمام دیگر چقدر ویران میشد، کوشش میکرد که همون را گذرد. برادر از کوشش نکن، این وسواس شیطان است که در وجود تو همین غرور و همین بدبینی را پیدا میکند. حتی تا اندازه ما بد اخلاقیم داده را، تا اندازه ما بی ادبیم که شخصی اگر ما را گذرد لازم حتی بعضی همون مادر و پدر و اولاد شدشنا میکنیم. اینا همه وسواس های شیطانی هستند برادر عزیز. اولا شما صورت حرکت، امروز مشایخ معاصر امروزه ما 120 کیلومتر 120 صورت حرکت در راههایی که وسیعی که مثل که در همون طرف های دولت های اروپا و دوبای دیگر جای ها راه هایی که با 120 حی کردن اجازت ها دادگیان، از همون 120 اگر 121ش کند میگد مبادای در صدمه روبرو شود و حرام مردگی است میگد. همین قدر حادثه ها و فلاکت هایی را که شما خودتان میبینین عبرت نمیگیرین. ولی اگر راننده که خودش اگر همچنان صورت حرکت بلند کردن شد دوست دارد به تکلیف مسافرها، نه یک در تنها در خون خودش بلکه در خون همه اونا ضامن هم دادر عزیز. خدا قرآن ده ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خدا میگه شما در نفس های خودتان جبر نکنین، شما نفس های خودتان در هلاکت نپرتاین، آخر من به شما مهربانم. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خداتان در بدبختی و در هلاکت نه اندازین. پروردگار میگوید و کسی گوید که با که ندارد توکلم به خدا، همه در دست خدا ای، تو در همین توکلی به خداتان در پیش خدا گناهکاری، زیرا این توکل نیست دادر عزیز. پیامبر گرامی قید و توکل بودن، قید و توکل. مالشان میبستن، شتر بود، گاو بود، خر بود، اسب بود، میبستن، طویله میکردن، بندش میکردن، بعد میگفتن توکلت بر خدا. شما ببینید پیامبر گرامی میگه سه کس پروردگار دوست نمیدارد. یک نفری که در زیر یک عمارتی که خراب است، متخصصا میگن در زیر همین اگر باشی همین ممکن است لحظه های چپه شدنش نزدیک است یا همین خطر دارد، تو در زیر همین گویی توکلم بر خدا، خدا خودش نگه میدارد، مردی یگان درجه نمیبری. یا انسانی که در قد راه خواب میکند، جایی که مردم راه است، در همون جا اگر نابودش کنند همین هم از جمله بندهای گناهکار است. گفتی همون تاجیکای ما اول بیا جای خود و بعد بیا پای خود. یا سیم کسی که مال شد در همون عدیر میبره و همتا سرعویش میگه که برا قناعت به خدا نگهت میکنه. اینها را خداوند دوست نمیدارد برادر عزیز.
این توکل نیست. توکل سه قسم می شود. توکل واجب داریم ما توکل حرام داریم که با توکل حرام با دو قسم تقسیم می شود، شرک اکبر و شرک اصغر. با داریم توکل جایز، ولی هیچ کدام این در یگان همین توکل داخل نمی شوند. وقتی گویی مرا توکلم به خدا، برادر عزیز و گرامی، برای این در راه بسیار با احتیاط باشید. خدای نعمت داد ایتون، همین هم کفران نعمت های. وقتی همون را صورت حرکت شد تیز میکنیم، در همون بیرحمی میکنیم، بی انصافی میکنیم، همون دم کفران نعمت کردگی.